و شخصی که تا بیماری مرگ نماز میخواند اما بعد بیمار شدن نماز نخوانده وفات کرد، با اون شخص همچون عملها کردن ممکن است. الله المستعان. بنابراین آدم اگر بیمار شود همون در حالتی که میتوند به چشمش هم نتوند، به زبانش یا به زبانش هم اگر امکانیت زبانش حرکت کنانیدن به قدرت نداشته باشد به قلبش نماز بخواند. اگر بیهوش شود، مثلا یا آدم نماز خفتن خواند و بعد نماز خفتن بیماری شدت گرفت اون وقتی نماز بامداد شدگینده از هوش رفت، همین که یک هفته به هوش نآمد و هلاک شد، وفات کرد. بله این آدم نماز واجب نیست، یک هفته نماز نخواند در آخر عمرش، برای آنکه هوش نداشت. الله تعالی اینا عقل نداشت، یعنی از عقل بیگانه بود، اون وقت امر نمیکند، وظیفه دار نیست. لیکن اگر بیدار باشد و حس کند، گپ زده تاند، بله به زبان نماز خواندن ممکن. به زبان به این معنی که خودش خواب و الله اکبر سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اشهد ان لا اله سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا اله غيرك. اگر این هم نتواند، این سنت است، فقط سوره فاتحه خودش خواند. مثلا بسیار بیمدار باشد، زمی سوره نکندم، فرضاش اجرا کنم، سوره فاتحه خواند، الله اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 مراتب، سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. همین گپای گوید. اینچنین به جای رکوع رفتن الله اکبر سبحان ربی العظیم سبحان، به طهارت به هیچی. اگر تیمم هم براش مشکل باشد، طهارت مشکل باشد، تیمم کدی، تیمم هم مشکل باشد، به طهارت و به تیمم نماز باید خواند. اگر مثلا 5-6 ساعت بیهوش بیمدار امکانیتی نماز خواندن نیست، هیچ گپی ندارد. کدام وقتی که هوشش پیدا شد همون وقتا یه بار 2 تا نماز میخواند، پیشین و عصر، یا عصر و پیشین، مثلا در وقت یا عصر داره پیشین، کدام وقت قوت پیدا کند هر دو شو تکرار میخواند. اینچونی شما گفتنه در آخرین لحظه های حیات دنیا تن نتیتان برادران، الله تعالی قوت دهد، عاقبت نیک، حسن خاتمه نصیبی روزی کنه. آدم یک عمر نیکی کند، عملای صالح کند، در آخر عمرش آخر انما الاعمال بالخواتیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه نتیجه کارها در آخرش است، آخری کار حساب. بنابراین علما میترسیدن از عاقبت بد و از بدی خاتمه، پیش از وفات آدم میگن کاری گناه کردن، از این چیزا میترسیدن. بنابراین همیشه در ایام جوانی و صحتی و سلامتی از الله تعالی حسن خاتمه پرسیدن در کار، که الله تعالی عاقبت کار به خیر کنه. موسی سفیدا هم دعای پیش میکردن که عاقبت کار به خیر کن. عاقبت کار یعنی آخری کار، پیش از وفات به توحید از دنیا گذاریم. پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی که اگر لا اله الا الله گوید آخرین کلامش از دنیا وارد بهش میشه. حضرت ابوذر تنکی و این زنا و این سرق یا رسول الله، اگر اون آدم پیشتر دزدی کرده باشد و زنا کرده باشد چی؟ یعنی گناهی کبیره کرده باشد چی؟ گفتن که و این زنا و این سرق، اگر دزدی کرده باشدم، زنا کرده باشدم، وارد بهش میشد، مادامی که آخرین کلامش لا اله الا الله محمد رسول الله شود. اگر یعنی بعد این گپ نزند، لیکن لا اله الا الله محمد رسول الله گفتم چای ته گوید، تمام آخرین گپش چای ته شد. فهمیدید؟ یا اگر لا اله الا الله محمد رسول الله گفتو، همین که یک هفته بیهوش شد و همین که وفات کندم آخرین کلامش لا اله الا الله شد. کدام آدمی که آخرین کلامش لا اله الا الله محمد رسول الله شود، پای وارد بهش میشه. حضرت ابوذر بار دوم پرسیدن که یا رسول الله و این زنا و این سرق، اگر دزدی کرده باشدم، زنا کرده باشدم، وارد بهشت میشد؟ برایش عجیب نمود، چه خیلی یک کلمه میگفت سو همین که وارد بهشت میشد است. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه و این زنا و این سرق، اگر زنا کرده باشدم، دزدی کرده باشدم، لیکن آخرین کلامش لا اله الا الله محمد رسول الله شده، وارد بهشت میشه. اصلا این کلمه آدمی دنیا اند به تقوی هم گفته نمیتونه آخر حیاتش بره. هر کی نمیتونه، آدمی که پر عبادت کردی گذرانیده است، گارانتی نیست که گفته تونه، زبان نمیخوامد شاید در آخر وقت. بسیار وقتی حساس است، این بسیار مشکل است.
مگر هم برای آن آدمی که الله آسان کرده است. الله تعالی نصیب روزی گرداند که از این دنیا آخرین کلام ما لا اله الا الله محمد رسول الله باشد. آمین. بعد حضرت ابوذر بار سیوم وقتی که پرسیدن که و این زنا و این سرق، یا رسول الله اگر زنا کرده باشد و دزدی کرده باشدم وارد بهشت میشه؟ بعد پیامبر صلی الله علیه و آله مراتب 4 گفتن که و این زنا و این سرق علی رغم انف ابی ذر، اگر زنا کرده باشدم دزدی کرده باشدم لیکن آخرین کلامش لا اله الا الله محمد رسول الله باشد وی وارد بهشت میشد، اگرچه ابوذر بینیش به خاک مالادم گفتن. بینیش به خاک مالاد یعنی بینیش به خاک مالده التماس کند که همین آدم ندارد گودم میدارد. این دلالت به بزرگی کلمه توحید میکند، به بزرگی یگانه پرستی و ایمان میکند. بنابراین درس عقیده خواندن ضرور است تا اینکه انسان عقیده سالم داشته باشه. این درس فقه که ما بسیارتری وقتا ما به درس فقه رفته است، این درس دوم درجه هست. من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین، کسی الله تعالی نیکی را خواهد او را در علم های دینی فقیه میکند، عالم دین میکند. لیکن مسئله های فقهی دانید و عقیدتان خراب باشد این عملهاتون فایده نمیدهد. بنابراین عقیده اصلاح کنید. در همین کانال ما در تلگرام کانال کتابی اصول اعتقاد است به زبان تاجیکی. گریتون خانتون حفظ کنیتون با کودکاتون درس دیتون همین عقیده های باید داشته باشید که الله تعالی به همین عقیده واخورید روز قیامت. یعنی اقل شایعش، یعنی کمترین عقیده برای آدمای عامی همین عقیده اقل داشته باشه. همین عقیده که الله تعالی اگر واخورید ان شاء الله وارد بهشت میشید.